به نام خدا و درود فراوان خدمت شما مخاطبین عزیز. فرهود هستم، متخصص دیجیتال مارکتینگ. قصد داریم یک سری ویدیوهای آموزشی در مورد دیجیتال مارکتینگ به شما ارائه بدیم. موضوع این ویدیوهای آموزشی بررسی کامل دیجیتال مارکتینگ هستش، اما با زبان بسیار ساده و عامیانه، به طوری که هر مخاطب علاقه‌مند با مشاهده این ویدیوها بتواند دید کلی نسبت به دیجیتال مارکتینگ داشته باشه و همچنین در صورت نیاز و خواست شما هر قسمت از این آموزش ها رو ما میتونیم به صورت تخصصی تر نیز بحث کنیم. این سری از آموزش ها با حمایت گروه لاکچریا در واقع ارائه میشه که اسپانسر ما هستند و در طول این ویدیو احتمالاً به اونها هم اشاره خواهیم کرد که وارد کننده و فروشنده لوازم اکسسوری و لباس‌های مجلسی و نیمه مجلسی هستند. کل سرفصل‌هایی که در این دوره ما بررسی خواهیم کرد عبارتند از فصل مقدماتی و تعریف دیجیتال مارکتینگ و اصول پایه اون هستش. بعد مشخص کردن اهداف و در واقع تعیین اهداف ریز نسبت به اهداف کلی‌تر. سپس شناسایی پرسونای مخاطب. بعد از اون معرفی کانال‌های دیجیتال مارکتینگ هستش. انتخاب کانال‌های دیجیتال مارکتینگ هست که ما کدوم کانال رو برای کسب و کارمون انتخاب کنیم. بعد از اون به بررسی طراحی سایت و یا ایجاد سایت برای هر کسب و کاری خواهیم پرداخت. حالا چرا من سایت رو به عنوان یک کانالی که از پیش تعیین شده میگم که انتخاب میکنیم، بعداً توضیح خواهم داد. بعد از اون به مسائل مربوط به SEO و بهینه‌سازی برای موتورهای جستجوگر خواهیم پرداخت. در این حین به جئو که در واقع بحث جدیدی هستش نیز گریزی خواهیم زد. بعد از اون کانال های دیجیتال مارکتینگ معروفی مثل شبکه‌های اجتماعی، اینستاگرام، تلگرام یا بازاریابی ایمیلی یا موبایل مارکتینگ، هر کدوم از اینها رو به صورت کامل توضیح خواهیم داد و در نهایت ما به بررسی تکنیک هایی خواهیم پرداخت که بتونیم به صورت پیشرفته نه به صورت عامیانه هر کدوم از این کانال ها رو برای کسب و کار خودمون ایجاد کنیم. اما به غیر از این سرفصل هایی که گفته شد، نکته اساسی و مهم فهم و درک دیجیتال مارکتینگ هستش. در واقع این که شما از یک دیجیتال مارکتر چه چیزهایی میخواهید و یا اینکه بهتره اینجوری بگیم دیجیتال مارکتینگ چه نقشی در کسب و کار ما خواهد داشت. این رو اگر ما درک کنیم و کامل متوجه بشیم، مشکلات زیادی رو میتونیم که احتمال داشت مواجه بشیم با این مشکلات رو پشت سر بذاریم. حتی اگر شما دارای کسب و کاری هستید و یا میخواید استارت یک کسب و کاری رو بزنید، بهتر است این دوره رو مشاهده کنید تا دید کلی داشته باشید. چرا که اگر خودتون میخواید این کارا رو انجام بدید، خب باید آشنا باشید و یا اگر هم میخواید یک متخصص دیجیتال مارکتینگ رو استخدام کنید، باید شما بدونید که از این متخصص چه چیزایی رو باید طلب کنید، چه توقعاتی رو باید داشته باشید و چه چیزایی رو که باید ایشون انجام بدن رو باید بدونید. برای همین ما قصد داریم این دوره رو به صورت کاملا ساده و به صورت عبارتهایی که هیچ اصطلاحی در آن به کار برده نشده برای شما ارائه بده. در قسمت‌های بعدی من سعی می‌کنم هر یک از این اصطلاحاتی رو که اگر لازم بود
استفاده کردیم در انتهای اون ویدیو به صورت کامل برای شما توضیح بدم. ما سعی میکنیم که هر هفته یک ویدیوی آموزشی برای شما انتشار بدیم، اما احتمال دارد که این برنامه‌ریزی ما دقیق نباشه و اینکه شما از ما حمایت کنید باعث خواهد شد که ما دلگرم شده و سرعت انتشار ویدیوها رو افزایش بدیم. تا درودی دیگر.